از 21 تا 24 اپریل سال روان در شهر دوحه قطر 23مین چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک دایر گردید. در این مسابقه که نزدیک 1000 تن ورزشگر از 45 کشور قاره از روی 21 رویه ورزش سبک میانی مردان و بانوان اشتراک نمودند. مدال طلای گرزاندازی نصیب ورزشگری نامداری تاجیک شد. ورزشگری معروف و نامدار کشور چمپیون بازی المپیک ریو د ژانیرو 2016 دلشاد نظرов در چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک که در شهر دوحه قطر جریان گرفت بهترین نتیجه را در گرزاندازی میان مردان به دست آورده دیگر بار عنوان قهرمانی را کسب نمود. او گرز را به مسافه 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده صاحب مدال طلای این رشته در چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک در سال 2019 گردید. زینه دوم باشد نصیب اشرف السیفی قطری شد که گرز را به مسافه 73 متر و 76 سانتی متر پرتاب نمود. سهراب خواجایف تاجیکی در هیئت منتخب ازبکستان برآمد میکند در این مسابقه فراقاروی به گرفتن مقام سوم دست یافت. همکنون دلشاد نظرов بار پنجم است که قهرمان آسیا می شود. او در سالهای 2009 2013 2015 و 2017 نیز به این نتیجه نظررس نائل گردیده بود. همچنین این گرزانداز معروف کشور برنده 2 مدال نقره در سالهای 2005 و 2007 و 1 مدال برنجی چمپیونات آسیای سال 2003 نیز می باشد. اما در عموم چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک در شهر دوحه قطر به پیروزی ورزشکاران بحرینی انجام یافت. آنها 22 مدال از جمله 7 مدال طلا، 11 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. چین با 29 مدال شامل 9 طلا، 13 نقره و 7 برنجی جای دوم و ژاپن با 18 مدال از جمله 5 طلا، 4 نقره و 9 برنجی جای سوم را به خود اختصاص دادند. تاجیکستان با 1 مدال طلا در جای 13 قرار گرفت. عموما ورزشکاران 20 دولت قاره به گرفتن مدال های چمپیونات آسیا اوید به ورزش سبک دست یافتند.